سلام. همونطور که از قبلم معلوم بود کش مذاکرات مثل فک ولایت بازم کش اومد و واسه 7 ماه دیگه تمدید شد. حالا سیر و سرکس که داره همینجوری تو دل و روده عظما و شیخ پری و باقی جونورای عمامه دار قول میزنه. این وسط از همه مضحک‌تر قیاف شیخ پریه که میخواد با یه خنده زورکی فضاحت تمدید و ماسمالی کنه. من میخوام به ملت بزرگ ایران بگم ما یک پیروزی بزرگی داریم، مهمتر از اونچه که در این مذاکرات به کجا رسیدیم که حالا من میگم. اون پیروزی مهم اینه که امروز مثل سالهای قبل نیست. امروز در جایگاهی هستیم که هیچ کس در دنیا نمیگه برای اینکه ایران حرف 5+1 رو قبول کنه باید تحریم ها افزایش پیدا کنه. هیچ که نمیگه برای اینکه ما به توافق برسیم باید به ایران فشار بیشتری وارد بشه. همه دنیا میگن که ما باید یک زمان بیشتری بگذاریم، بحث های بیشتری بکنیم برای دستیابی به توافق نهایی. به این میگن پیروزی هسته‌دار. حسن کلیدسازی که یه زمان دم از وا کردن قفل هسته‌ای میزد حالا کلید به دست وایستاده و به علی گدا میگه خوشحال باش، دنیا میخواد زمان بذاره که بحث کنیم. آخه فرفره گیج ملنگ، اهدافتون از نرمش ذلیلانه چی شد؟ این همه زور زدید که آخرش بحث بیشتری بکنیم. ما 2 هدف بزرگ از ابتدای مذاکره مد نظر داشتیم و اون 2 هدف رو دنبال میکنیم. اولیش حفظ فناوری هسته‌ای هست و ادامه این راه، و دوم برداشتن تحریم ها. خب در این مدت ما فناوری ها رو ادامه دادیم، یعنی همواره سانتریفیوژ در حال چرخش بوده و من به ملت ایران قول میدهم که هیچ وقت حرکت سانتریفیوژ متوقف نخواهد شد. اما از اون طرف چرخش زندگی مردم هم روز باید بهتر بشه که در این مدت یک حرکت مثبت بسیار خوبی مردم ما، دولت ما در کنار هم انجام دادند و این راه رو ادامه خواهند داد. دیر گفتی شیخ پری، دیر به فکر چرخش مداری افتادی. 2 روز پیش یه دلواپس عمامه دار 4 چرخ تو هوا کرد و پند و آب داد، یعنی به همه نشون داد که چرخات پنچره. شاهد خفقان اطلاعات در این زمینه هستیم. آقای رئیس جمهور، شما در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم اعلام کردید برنامه شما به گونه‌ای است که هم چرخ هسته‌ای بچرخد و هم چرخ زندگی مردم، اما در حدود 1.5 سال از چرخ هسته‌ای متوقف شده و از طرف دیگر با رکود شدید فعلی چرخ زندگی مردم خصوصا محرومین و مستضعفین نیز کاملا متوقف گردیده است. ببینم حسن فرفره، تو وقت نمی کنی یه نگاهی به اون تیوی ریشتون بندازی؟ بابا یه رو قبل از این که بیای تو پشم شیشه دم از چرخش سانتریفوژا بزنی یه کارشناس مشنگ اومد اینجوری گفت. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر اساس چارچوب مفاد توافقات صورت گرفته در این به اصطلاح طرح مشترک اقدام کرده و موارد مورد نظر رو عملیاتی کرده، مثل در واقع رقیق کردن اورانیوم 20% و اکسید کردن بخش قابل توجهی از اون و در واقع کلیه اون ذخیره اورانیوم 20% ما امروز از دست ما خارج شده، تبدیل به اکسید یا رقیق شده. ذخایر مربوط به اورانیوم 5% ما کاملا تحت نظارت واقع شده. 8239 کیلو اورانیوم غنی شده 5% ما داشتیم و بنا شده اون که هست. بله اون هستش. طرف طوری پنبه اسرار نظامو زد که برق از سفاز مجریه پرید و مجبور شد بپره وسط بگه اون هست. آره هست. اگه از شریعت مداری بپرسی کجا هست، آدرس منقل عظما رو بهت میگه.
میگه 5% تو منقل عظماست. خب حالا بریم سراغ باقی قمپوزهای شیخ پری. امروز خب بخشی از تحریم ها برداشت شده و بخش دیگرش باقی است، اما در این مذاکرات طرف مذاکره کننده ما کاملا قبول داشت که تحریم باید برداشته بشه. بابا سوتی پشت سوتی، گلاب پشت گلاب. این میگه بخشی از تحریما برداشته شد. حالا ببینید یه ربع قبلش این یکی چی گفته. آمریکایی‌ها به حداقل اون هم قائل نشدن تحریم‌ها بنا بود به هر حال در یک زمانبندی مشخصی لغو بشه، اما اونها دیدیم که با بازی الفاظ مثل تعلیق و مثلا فلان بهمان سعی کردن که ما رو بازی بدن و نهایتاً هم همین مسائل باعث شد که در واقع ما به نتیجه نرسیم و مذاکرات دو جانبه، سه جانبه، چند جانبه‌ای که در 10 دور در سطوح کارشناسی و وزرای خارجه و در سطوح مختلف در نیویورک، در ژنو، در 7 دور در وین برگزار شد و دور آخر که باز این چند روز اخیر ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها حاضر نشدن اصولی رو که در حتی اون پلن اقدام مشترک طراحی شده بود رو بپذیرن و کوتاه بیان. خب نظرت چیه شیخ پری؟ چشم‌اندازو چطور می‌بینی؟ درسته که در این مذاکرات ما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم، اما من میتونم بگم که برای رسیدن به توافق گام‌هایی به جلو برداشته شده. من هیچ تردیدی ندارم در توفیق این راه. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد. چی؟ توفیق راه؟ کدوم راه؟ راستی اگه مذاکره نباشه چطور میشه؟ چرا اونور سکه رو نمیگی؟ بازم مجبورم برم سراغ اون حضرت سوت، یعنی کارشناس دلواپس نظام. الان جمهوری خواه با اکثریت پیدا کردن در مجلس نمایندگان و مجلس سنا قطعاً دست آقای اوباما رو در پوستگردو قرار خواهند داد و بسیاری از سیاست‌هایی رو که حزب دموکرات و دموکرات‌ها داده به رهبری آقای اوباما در ادامه این 2 ساله باقی مانده از ریاست جمهوری پی خواهند گرفت رو با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. بله رفقا، اینجوریاست. ما دانش آموزان نتیجه میگیریم که شیخ پری و ظریفان نظام بین بد و بدتر علل حساب به بد رضایت دادن. اگه میزو چپ میکردن باید میرفتن واسه شاخ به شاخ شدن. اگه زهر رو میخوردن یعنی گود بای هسته. واسه همینم هجالتاً به تمدید زهر و ذلت رضایت دادن. خلاصه روزخونی های شیخ پری هم همین بود. به شما میگویم روزخوانی بس است. ما روزخوان قهارتر از شما هم داریم، چون سابقه کار اجرایی کلان نداشتید. فقط برای ملت روزه میخوانید، روزه مجلس را در جمع ملت و روزه ملت را در جمع مجلس میخوانید و این نهایت بی تدبیری است. شما را به خدا دیگر بس است و به این وضعیت پایان دهید. و السلام علیکم و رحمت الله.